عرض سلام و احترام خدمت همه شما بیننده های عزیز. صبح برفی همگیتان بخیر. امیدوار هستم که صبح برفی قشنگ را آغاز کرده باشین و یک روز پر از برف و بارش داشته باشین. دوستان عزیز، فراد کرمی هستم از ولسوالی زیبای جغوری ولایت قزوین. در قدم اول سپاسگزار نعمت الهی به خاطر ریزش برف امروز هستیم و در گام بعدی یک تشکر ویژه دارم از صفحه هواشناسی افغانستان و تیم مسلکیشان که با چند روز پیش یک خبر خوش داده بودند به خاطر آمدن موج از ریزش بارش و برف و برای سر تا سر افغانستان، خصوصا مردم شریف ولایت غزنی که امروز ما عملا شاهد ریزش برف بودیم و غزنی امروز لباس سفید به تن خود داشته و در اخیر برای تمام مردم افغانستان در سر تا سر افغانستان یک زمستان برفی می‌خواهیم به امید یک افغانستان آرام و باثبات.